چند پیش اعلام کرده بودیم که بزودی در شبکه یوتیوب یک کانال خصوصی راه اندازی خواهد شد که در آن بنده نظرهای شخصی، موقعها و فکرهایم را درباره این یا آن مسئله داغ روز، جامعه، دولتداری بیان خواهم کرد. اینک صحبت اولی ما آغاز می شود و من با این صحبت اول که در آن شرح درباره هدفها و شکل پیشبردی این کانال با شما صحبت خواهم کرد. آغاز کار این کانال را انشاءالله که با کمک خداوند و پشتیبانی شما راه اندازی خواهیم کرد. در تاجیکستان رسما لیمیتی برق جاری کردند. مسئولان شرکت برق تاجیک در مراجعتنامه رسمی خود گفتند محدودیت تنها به اهالی روستانشین دخل دارد و به ساکنان بیناهای بلندآشانه ربط نمیگیرد. بنا به این مراجعتنامه انتقال برق را از ساعت 23 شب تا 6 صبح قطع می‌کنند. آغاز محدودیت نیمه شب 5 ژانویه ذکر شده است. محدودیت انتقال برق برای ساکنان دهات در حال جاری می شود که در 3 روز اخیر ساکنان بعضی از مناطق کشور از قطع موقتی برق به خانه‌هایشان شکایت داشتند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 28 دکبر سال 2020 سابق اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که دانیار نبیف نام داشته 87 سال دارد به 5 سال زندان محکوم کرد. با گفته نزدیکانش حکم نبیف 87 ساله پشت درهای بسته در دادگاه خوانده شد. مسئولان دادگاه در این باره شرح ندادند. محمدی تشیف سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی در یک پیام ویدیویی خود گفت که دانیار نبیف را به خاطر کمک به زندانیان سیاسی به 5 سال زندان محکوم کردند. چون پرونده مخفی است معلوم نیست رسما او را بر اساس کدام ماده قانون جنایی متهم و زندانی کردند. در ادامه تشیف ابراز داشته است که نبیف ماه سپتامبر سال 2020 از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در منزل زیستش واقع در دهه گلبوته جماعت چیمتپه ناحیه رودکی بازداشت شد و تا زمان اعلان حکمش در سیزای شهر دوشنبه زیر فشارهای شدید روحی نگهداری میشد و آخرین ماه دکبر به 5 سال زندان محکوم گردید.